دیروز در تالار بزرگ اتفاق نویسندگان تاجیکستان بخشیده به روز مولانا جلال‌الدین بلخی با اشتراک نویسندگان و شاعران و دوستداران شعر و ادب محفلی باشکوهی برگزار گردید. مولانای بزرگ بود که حقیقتاً راه‌های زیادی طریقت را گذشت و خودش به درجه خداوندی رسید و ما امروز حقیقتاً اون رو همچون خداوند شعر برای خودمون اعتراف کرده ایم و در آینده نیز همچنین خواهد بود. در محفل شعر دانشجویان از اشعار ناب مولانا غزلخوانی نموده طبع حاضرین را بالیده گردانیدند. آنکه بیرون از جهان بود در جهان آوردمش، آنکه میکرد او کرانه در میان آوردمش، آنکه شیوان کاری او بود عشوه بنمودمش، وانکه از من سرکشیدی کشکشان آوردمش. تأکید کردن به مورد است که برنده محفل مذکور شاعر خلقی تاجیکستان طالب کریم آذرخش بود.